خیلی از مردم شعرهای شما رو اشتباه میخونن. میگم امشو شوشه لیپک لیلی یوله، در صورتی که شما یه چیز دیگه داریم میگین لیپک لیریلونه. لیلیرونه. چون لئوره سخته تلفظش. ناراحت نمیشین شعراتون رو اشتباه میخونن؟ نه نمیشه، حتما با درست میخونه. چیکارش میکنم؟ من هیچ معنی نداره لیپک لیریلونه. و کلی از این آواها دارین که معنی نداره. مثلا تلیتو لیتا لیتو لعت لیتو لیتا، این همه ریتمه، اینا معنی نداره. اینا یه شاعر اسمش یادم رفته الان، یه دفعه داشت به من میگفت که شهرام، شعر خوب که شعر تجاری شعریه که مردم بتونن راحت روش چرندیات بگن. این شعر میگیره. اگه شعر پیچیده باشه مردم از رد میشن ازش. و اینا از بچگی میگیره. یادت باشه میگیره. میگیره. ما به عنوان دکترین موسیقی بندری، محمد حیدری کیه؟ ای وای ای وای به محمد حیدری. آره محمد حیدری والا خدا زیادش کنه. محمد حیدری کسی نیست. محمد حیدری من یه شخصیتیه تا اونجایی که من یادم میاد، اسمی که رواج داره تو آبادان. محمد حیدری رفتم تحقیق کردم راجبش که محمد حیدری کیه. با حیدری میگی محمد حیدری فهمیدیم یه قاچاقچی بوده. یه آدمی بوده قاچاقچی بوده، یه کراتر معروف بوده تو بوشه روی طرفا اینا. تو که من خوندم اینا